با انجام رزمایش حربی در بدخشان مقامات تاجیک میگویند از یک طرف آمادگی نظامیان سنجیده شد، از طرف دیگر از تمرین‌های یکجایه با ارتش چین تجربه انداختند. مشق نظامی صبح 12 اوگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی دفاعی وزارت مدافعه در خاروخ آغاز یافته 16 اوگوست در رزمایشگاه جلوندی ناحیه شغنان در بلندی 3500 متر به پایان رسید. ضمن جریان مشق‌های مشترک میان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و قواهای مسلح جمهوری خلقی چین باید قید نماییم که از ارتش جمهوری تاجیکستان سه نوع قشون یا خود قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی با چرخبال‌های حربی و نقلیاتی در مشق‌های مشترک فعالان شرکت داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالفی حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان است در برخی از منطقه های این ولایت هستند. برخی کارشناسان میگویند هرچند ارتش تاجیکستان تجربه جنگ داشته و به تنهایی از حفظ سرحد میبراید، چنین مشق‌های مشترک میتواند برای پیشگیری از تهدیدهای فرامرزی منطقه مساعدت کند. پیش از همه آن دشمنی که روز در سطح بین خلقی است، این دشمن تروریسم بین خلقی است و این مشق‌های مشترک بین تاجیکستان و بین جمهوری چین و مقابل همین دشمن اونا کرده شده است. همین چیز یک تکان می‌دهد که یک کشور تنها نیست، کشورهای گوناگون در اطراف هم هستند، یک جهان می‌کنند که فعالیت کرد و مقابل همین دشمن‌ها. چنین رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.